دومین سالگرد مهاجرت. سلام سلام بچه ها، من امروز 2 سال شد که مهاجرت کردم. دومین سالگرد مهاجرت. نمیدونم که خوشحالم یا چی، به خاطر اینکه بعد از یه تایمی دیگه در این حال که داره سخت میگذره، که مثلا حالا 2 سال شده، تو چقدر تجربه به دست آوردی، چقدر کارا انجام دادی، تنها بودی، هر روز تو حس کردی، هر روز تو، ولی در این حال خیلی زود میگذره. یعنی مثلا من اینطوریم که 2 سال خیلی زیاده. 2 ساله که من اینجام و آره خیلی عجیبه برام. اون لحظه‌ای که اومدم هیچ وقت فکر نمی کردم که زندگی این ورم انقدر سخت باشه. یعنی همیشه چون که بچگی برای خودم اینو ساخته بودم که میخوام مهاجرت کنم، حالا هی بزرگتر شدم دلایلش بیشتر شد، ولی چون از بچگی اینو برای خودم ساخته بودم، شاید یه بهشت برین این ور تصور میکردم که خب اون نبود. اگر شما هم اینجوری تصور میکنید بدونید که اون نیست. بعد واسه همین خیلی سخت کنار اومدم با خیلی از مشکلات، خیلی. یعنی همین که باید مسئولیت پذیر باشم اینجا یکی از چیزایی بود که خیلی سخت باش کنار اومدم. یکیش این که باید خیلی کارا رو به تنهایی باید هندل میکردم دیگه واقعا تنها بودم. همه کارهای اداری، خونه، همه چی رو باید خودت هندل کنی و خب از قبل اگر به اینو آگاه باشی، با اینکه ببین میدونی قراره این کارا رو بکنی، ولی هی با پرروازی هی اینطوری که بابا من کپسش برمیام، ولی بدون کپسش برمیای. یعنی خودت خیلی کارا رو توی ایران در حالات مختلف، نه اینکه برگردی خونه غذا آماده باشه، مامانت جات هم درست کرده باشه، اتاق تمیز باشه و اینا، نه، در شرایط روحی که آماده باش برای این حالت باشی. یا حالت مثلا ترینینگ قبلش بکن که بتونی اینجا از اولش کنار بیای. یه سری چالش هایی که من داشتم میخوام الان بهتون بگم. چالش های مهاجرت. یکیش زبانه. با اینکه من با B2 اومدم آلمان، B2 خوبه نه بد، با B2 اومدم آلمان و اینجا رفتم امتحان C1 دادم، ولی با اینکه میای خیلی شرایط اوکی، مثلا وقتی که B2 خوب داشته باشی، نه این فیکا، میتونی صحبت کنی، میتونی راهتو پیدا کنی، نمیدونم اینا، اگر که اعتماد به نفس حرف زدن داشته باشی. اینا رو که خودتون دیگه تو کورسا میتونید بفهمید که اعتماد به نفس حرف زدن من داشتم. واسه همین با پررویی تمام، حتی دست و پا شکسته و استرسی که بابا توی کشوری هستی که دارن با همون زبون صحبت میکنن، تو چی میگی، با اون صحبت میکردم همون موقع که اومدم. ولی دانشگاه که رفتم، با اینکه C1 گرفتم، وقتی که وارد دانشگاه شدم اصلا گم بودم و خب مثل اینکه این عادیه، از چند تا از دوستام که مهاجرت کرده بودنم پرسیدم و اینا. ببین استادا حرف میزدن، من یعنی میومدم خونه فقط گریه میکردم، به خاطر اینکه میگفتم پس تو این همه آلمانی خوندی چی شد آخر؟ بعد فهمیدم که مثل اینکه همه این مدلی، یعنی هم استرس است، همین که خب واقعا مدل حرف زدن استادا فرق میکنه، میخوان تون یه مطلبی رو بگن توی اون 1 ساعت و 2 ساعت که تموم شه بره. واسه همین اصلا آسون نیست که بخوای یاد بخوای بفهمی چی دارن میگن. مواعظ ضبط میکردم، میومدم خونه 2 بار گوش میدادم همزمان که داشتم گوش میدادم، مثلا میدادم یه ای آی هم گوش بده ببینم که دقیقاً درست من دارم میشنوم، چون لیسنینگ هم هست دیگه از اون. خلاصه خیلی درگیر بودم. زبان یکی از چیزایی که خیلی مهمه. من انگلیسی هم بلدم، ولی خب من کلا با آلمانی مهاجرت کردم. اگر که فقط داری با انگلیسی مهاجرت میکنی به آلمان نکن. میایا ولی نمیدونی چه اتفاقایی میفته. من خیلی از دوستام هستن که الان به انگلیسی اومدن و خیلی دارن سختی میکشن برای پیدا کردن کار، به خاطر اینکه زبان آلمانی اکثرا میخوان، مخصوصا کار مرتبط. برای زندگی کردن میرن همینجا فقط میگن میده کاتو بیتر، یعنی تنها چیزایی که بلدن دانکشون، انشولدیگونگ و میده کاتو بیتر یا مید کاتو بیتر.
همین اینا رو بلدن. واسه همین لطفا آلمانی رو بخونید اگر که میخواین چالش های مهاجرتیتون کم بشه. با اینکه میخونید بازم چالش دارید، ولی لاقل میدونید که درست میشه. من الان توی جای خیلی بهتریم از نظر زبان و این چالش اینش. بعد یه چالش دیگه هم که توی همین اینا میاد، همون کار و دانشگاهی که گفتم، نسبت به زبانشو که گفتم، نسبت به حالا اینکه تو اصلا قوانین کاری اینجا رو نمیدونی، قوانین دانشجویی اینجا رو نمیدونی. ببین دانشجو بودن توی اینجا به این معنیه که تو اصلا درس باید بخونی. یعنی اصلا این مدلی نیست که استاد بیاد اونجا درس بده تو بری یاد بگی. اولا که خب من البته تو مستر اومدم، نمیدونم شاید بچلر این مدلی باشه، ولی تو مستر این مدلی که تو آردی همه رو میدونی. یعنی اصلا تو دیگه این کارو نمیکنن که بیان به تو یه سری چیزای معماری رو دوباره توضیح بدن. حالا توی مال من میگن که تو بلدی، یا اینکه حتی اگرم بلد نیستی میگن که تو دانشجویی، پس باید بری دانشجو بجویی، باید بری ریسرچ کنی، از توی اینترنت در بیاری، بری کتابخونه. اینجا کتابخونه همیشه پره. من اوایل خیلی تعجب میکردم از این، ولی خودم هم شدم جزو اونایی که باید برم کتابخونه درس بخونم، کتاب بگیرم اینا. یکی از چالشاش این بود دیگه، درس که باید درس خوندن رو اینجا یاد بگیری به سبک اینا. خودت باید خودتو پوش کنی، هیچکی پوشت نمیکنه. تو هر هفته هم میتونی نری سر کلاس، ولی تهش دیگه خودتون میدونید. کارم که قوانین کار باید یاد بگیرید. البته اینو بیاین اینجا میتونید، ولی اینجا یه ذره چیزشون، این هیرارکیشون که اینجوری بالا پایین میشه، تو خیلی کارهای جنرال اونقدر معلوم نیست. یعنی مدیره میاد خیلی کارهای دیگه، زمینم تمیز میکنه، نمیدونم اونجوری نیست که مثلا مدیریت فقط بکنه و اینا. واسه همین نسبت به شما هم که توی یه کار جنرال داری میری، حتما با اینو بدونی که بجز این که مثلا پای نمیدونم هر کاری، مثلا کاسه کار میکنی، کاسه میشه صندوق کار میکنی، یه سری کارهای دیگه هم باید کنارش بکنی. باید میز تمیز کنی، باید جابجایی رو انجام بدی، یه سری از این کارا. اینجوری نیست که یه سمت شغلی بهت بدن، مخصوصا تو کارهای جنرال. کارهای دیگه هم که من حالا شنیدم، من هنوز کار جنرالم، تو کارهای تخصصی هم که دیگه میره مرتبط به رشتت میشم، شنیدم که کلا کارا تیمیه. یعنی اصلا این مدلی نیست که تو به صورت شخصی بتونی نظر خاصی بدی. واسه همین این یه سری قوانینشو باید بدونید. چالش بعدی که خیلی دیگه عذاب آورترین چالش مهاجرت، دوری از خانواده و دوستاست. من خیلی سخت با این موضوع کنار اومدم که کنار نیومدم. من 5 ماه بعد از مهاجرتم دوباره برگشتم ایران که یه ریونین داشته باشم. اصلا نمیتونستم. انگار که مثلا بعد این 5 ماه، بعد 1 ماهش انگار من 1 سال اینجا بودم، بعد 5 ماه که دیگه اصلا انگار که 5 سال اینجا بود. دارم میام. اینقدر که سخت گذشت. من پیشنهادم میکنم به دوستانم که تازه مهاجرت کردن، همیشه بهشون میگم یه بار، البته اونایی که تو اروپا مهاجرت میکنن بهشون میگم حتما 1 بار اگر سختی‌ها رو دارین تحمل میکنید، یه برگشت به ایران بزنید، ببینید که اونقدر دور دست و نیافتنی نیستش. واسه همین آدم بعد از اینکه بار اول میره برمیگرده حالش بهتر میشه. برای من و دوستان اینطوری بود، ولی امکان داره یه سری هاشون بدتر شه که بگن که ای بابا دوباره خدافظی. سر خدافظی همیشه دوباره سرویس میشی، یا هر سری که میری سر خدافظی اینجوری که دوباره این روز اومد. ولی حالا دیگه کم بهتر میشه، میفهمی که همین بغل دیگه، میتونی با یه بلیت بری دیگه. اینم چالش، مهمترین چالشش که هیچ راه درمانی هم نداره. با این ویدیو کالا و اینا مثلا هیچی درست نمیشه، فقط یه تسکین ثانیه‌ایه. یه سری تجربه مثبت امسال کسب کردم که پارسال که من یه ویدیوی همجوری کوتاه گذاشتم، یه ریل کوتاه گذاشتم تو اینستاگرام، موقعی که داشتم می‌ذاشتم هیچ بود مثبتی از مهاجرت توی ذهنم نبود، هیچی. یعنی فقط اینجوری بودم که چه کاری بود من کردم. ولی امسال یه سری تجربه های مثبت کسب کردم، مثل رشد فردی. یکی از تجربه هاش بود که 100% هر کسی که تنها مهاجرت میکنه اینو تجربه میکنه، یا حتی تنها زندگی میکنه توی همون ایران.
این که تو بفهمی که مسئولیت کل زندگیت با خودته، گند بزنی با خودته، پیشرفت کنی با خودته. خیلی این موضوع تاثیر میذاره رود، هم میتونه به شدت بهت استرس وارد کنه، به خاطر اینکه همه چی رو تو باید هندل کنی. هیچ کس دیگه ای تو این دنیا نیستش که توی اون لحظه بتونه کمکت کنه. تو اگه داری همون لحظه یه حرفی رو به یه نفر میزنی، مسئولیتش پای خودته تو کل دنیا اینا. ولی بعدن هم مثلا اینجوری نیست که بری مامانتو بیاری بتونی درستش کنی. تمام همه چی تو از همه چی بریدی و فقط خودتی. باید این موضوع رو قبول کنی اول از همه و بعد سعی کنی که باهاش زندگی کنی، باهاش پیشرفت کنی. و از اون ور خیلی مهمه که تو به خاطر رشد فردی تلاش کنی. من خیلی خودم ول کردم مثلا یه سال اول، یعنی نه تونستم درست درس بخونم، نه تونستم درست باشگاه برم، خیلی این کارا. ولی بعد از الان تو این یه سال تونستم دوباره، به خاطر شرایطم که عوض شد، خونم رو عوض کردم، خیلی از این کارا که کردم باعث شد که بتونم دوباره برگردم به خود عارفه‌ای که سالها بوده. چون که گم میشی دیگه وقتی که ماجرا میکنی، یه عالمه چیزو تا از دست میدی. تازه سالها بودم، نه باز خیلی کمتر، ولی تونستم یه جوری هندلش کنم. یکی از تجربه مثبت هم این رشته بود که دوستش دارم. الان چیزی که هستم، چیزی که تبدیل شدم و دوست دارم. از یه دختر نقنقوی کوچولوی بچه خونگی اومدم بیرون و تبدیل شدم به اینی که هستم، یه آدم مستقلی که داره مسئولیت‌های زندگیشو قبول میکنه. اینو دوست دارم. بعدیش دوستیه. یه سری دوستای خوب پیدا میکنی بعد ماجرا، اگه خوش شانس باشی. من دوستام اکثرا البته ایرانی هستن، ولی خیلی دوستیای خوبی ساختم که واقعا خوش شانس بودم. خیلی خیلی خوش شانس بودم من، چون یه اکیپ قشنگ گنده دوستی دارم و خیلی حال میده دیگه. کارای مهم ایرانی تو حداقل با این اکیپ ایرانی انجام میدی، شب یلدا و عید و نوروز و این کارا. خیلی خوبه همیشه این آدما باشن. این تجربه مثبت هم بود که توی این 2 سال داشتم. یکی از چیزهایی که میخوام بگم تجربه های عملی و درس های زندگیه که اینجا شخصی پیداش کردم. یعنی این چیزهاییه که عموماً بهمون یاد نمیدن، ولی خودت دیگه باید کسبش کنی. و من خب چون که توی ایران کلاً بعد از بچلرم لیسانسم پا شدم زبان خوندم که بیام اینجا، این چیزها رو نتونستم درست تجربهش کنم و اینکه خب دستم تو جیب خودم نبود که اونجوری که بخوام این چیزها رو تجربهش کنم. یکی از چیزاش این بود که مدیریت مالی باید داشته باشی. وقتی که تو دانشجویی میای اینجا یا اصلا همون اول میای اینجا به هر چیزی، باید حواست باشه که چقدر خرج میکنی که بتونی خوب بخوری، خوب مسافرت بری. وگرنه اگر که حواست نباشه خیلی از همون اول بگی که خب من الان چقدر میاد 11,000 تا دارم، این همه پوله کی میخواد تموم شه، برم اینجا این کار بکنم، برم اینجا این کار بکنم، خیلی زود تموم میشه، خیلی زود. واسه همین یکی از کارها اینه که حواستون به خرج کردنتون باشه و از همون اول که میاین ول نچرخین. از ماه دوم برید سر کار. وقتی که همه کارهای بانکیتون، اداریتون، نمیدونم اینا اوکی شد، از همون ماه دوم برید سر کار که در ازای هر چیزی که دارید خرج میکنید درآمدش برگرده. اگر که چندان یوتیوبر نیستین که بتونید کارتون ادامه بدید یا فریلنسر نیستید که بتونید از دور کار کنید، حتما کار جنرالتون رو پیدا کنید ماه دوم یا ماه سوم دیگه. حالا خیلی میخوام بهتون لطف کنم که بتونید هر چیزی که خرج میشه رو بذارید سر جاش، وگرنه یه دفعه دستتون خالی میشه و کشور غریب دوباره باید یا از مام بابای بیچارهتون که توی ایران یورو به کهکشون رسیده قیمتش دوباره از اونا بگیرید، یا اینجا کسی کمکتون نمیکنه. اینجا همه خودشون درگیریای خودشونو دارن. حتی اگه دوستایی هم بسازید، واقعا همه درگیریای خودشونو دارن. همه. خود آلمانیا که اصلا هیچی کاری با اونا نداریم، اونا که اصلا جزو چیزا حساب نمیشن. یه سری قوانین دوستی و این چیزا بینشون هست که اصلا حالا اونا خودش یه ویدیوی دیگه داره. ولی حواست باید به مدیریت مالی، تمام اینو خیلی باید حواستون باشه.
یکی از چیزایی که دوباره من تجربه کردم یه سری کارهای اداری بود که مثل بانک، بیمه، خود چی میگن آسلنده بهورده که میشه همون جای مهاجرت ها که میری کارت اقامت و اینا تو میگیری و اینا، همه این کارا رو میکنن ولی خب همه هم اولش 100% براشون سخته. بدونید که میشه، یعنی میشه که انجام بدین، با استرس اون نمیخواد دست و پنجه نرم کنید، حتما میشه که انجامش بدین، ولی خب اونم باز یه تجربه است دیگه. یعنی اولش مثلا من خیلی سخت چیز بانکم 3 هفته فکر کنم طول کشید. وقت بانکم همون روز که رفتم 3 هفته بعد بهم وقت دادن که بخوام بانک چیز کنم. یه مدت طولانی چیز بانک نداشتم، کارت بانکی و خب هویت در واقع. بعد باید وقتی که میرسین آلمان ملده کنید جایی که دارید زندگی میکنید و توی بورگآمت یا همون شهرداری شهرتون باید برید ملده کنید. یه وقت ملدون باید بگیرید که برید اینو ملده کنید و اینا رو همه رو میتونم یه ویدیو بسازم بگم. اگه دوست داشتین برام کامنت کنید بگید که براتون ویدیو بگیرم. آره این کارهایی که باید انجام بدی که هیچ جا عموما بهت نمیگن. البته که من که اومدم یه چیز بود، البته اون بعد ملدم بود، بعد از اینکه رفتم شهرداری ملده کردم خیلی دیر بود دیگه به نظرم. من چون که اون موقع که این کار کردم بانک داشتم نمیدونم اینا. اون موقع که رفتم یه دونه، حالا برای همه این نبود، باز من اون موقع حالا باز خوش شانس بودم، یه شهردار یه دونه برنامه ترتیب داده بود برای کسایی که تازه ملده کردن توی این شهر. حالا نیازی حتما ایرانی باشی یا هرچی، آلمانی هم هستن که وارد این شهر میشن، باید برن از مثلا چه میدونم فرانکفورت اومده اینجا میخواد اینجا زندگی کنه، بعد بره ملده کنه شهردار بگه من نارم اینجا زندگی میکنم. اینا به اونام داده بودن این کارت دعوتو که ما رو دعوت کردن به چیز قادهاوس شهر که الان نمیدونم چی میشه، شهرداری میشه همون. به اونجا دعوت کردن، خود شهردار اومد برامون یکم صحبت کرد و اینا. بعدش بردن یه تور دادن توی خود ارفورت و یه سری بسته های پاکت ماکت بهمون دادن که اونا توش یه سری دفترچه چیزای شهر بود، همه چیز، مثل مرکز خریداش، مثل بیمارستان و دکتر و دوا و این چیز میذاش، داروخونه، نمیدونم کلاب که بری پارتی کنی، نمیدونم اینا، خیلی چیزا توش بود. یه دفترچه انقدی بود با یه سری کارهایی که بعد از اینکه ملده کردی میتونی باید انجام بدی به عنوان یک مهاجر. خیلی خوب بود، ولی من همشو آردی کرده بودم با پرسیدن از این و اون و نمیدونم اینکه خب کجا باید وقت بگیرم و مثلا وقتی میای ملده رو میدونی باید بکنی ولی بورگآمت چیه اصلا نمیدونی که اسمش بورگآمت، باید بری توی سایت وقت بگیری، نمیدونم نباید بری اونجا حضوری. این کارا که من خودم فهمیدم ولی توی این دفترچه توی یه برگه جدا بهمون دادن. خیلی اون باحال بود ولی خیلی دیر بود دیگه چی؟ یکی هم این که یه تجربه عملی دیگه که به دست من میگه همیشه بالا و پایین داره، حالا زندگی دیگه کلا، ولی خب همیشه که خوب نیست 100%، همیشه هم بد 100% نیست. هر جایی که من ناامید شدم توی این مسیر که یعنی اینجوری بودم که نشستم انقدر گریه کردم، اوف بچه‌ها انقدر گریه کردم توی این راه، اوف اصلا نمیدونی خودم مطالعه انقدر گریه نکردم تو زندگی که تو این 2 سال گریه کردم. ولی هر جایی که به پایین ترین جایی که فکر میکردم رسیدم، فرداش یا پس فرداش یه اتفاقی افتاده که من دوباره خوشحال شدم. یعنی دوباره اینجوری بودم که ایول پس این هست دلیل زندگی. من هنوز به هدفهایی که داشتم برای بعد از این 2 سال نرسیدم، به خاطر همه این چیزایی که گفتم. همه چی به تأخیر میفته، یکم طولانی میشه همه چی، ولی امیدوارم شما برسید زود به هدفاتون بعد از مهاجرت. و یه توصیه که میتونم بهتون بکنم برای مهاجرتتون اینه که همیشه به این فکر نکنید که مهاجرت کنید. یعنی اوکی به این مثلا میگی که من میخوام برم از ایران، حالا مقصد تو اول که باید مشخص کنی که ایتالیاست، آمریکاست، آلمان، فرانسه است، کجاست. هر جا که میخوای بری و اول باید اینه اولین مسیر مهاجرت. بعد که انتخاب میکنی که
حالا زبانش رو میخونی یا هرچی، فقط تحت تاثیر رسانه ها و اینستاگرام و اینا قرار نگرفته باشی که این تصمیم رو گرفته باشی. خودت خواسته باشی و بدونی بعد از مهاجرت میخوای چی کار کنی. یعنی اینجوری نباشی که من فقط مهاجرت کنم، چون بعد از مهاجرت پوچ میشی. اینطوری که من میخوام مهاجرت کنم، تمام، یعنی من میخوام مهاجرت کنم و دارم تو این راهه تا برسم به این مهاجرته تلاش میکنم. دهن خودت هم تو ایران سرویس میکنی، 1000 تا کارم میکنی، ولی به وقتی مهاجرت میکنی که به هدف میرسی و هیچ برنامه‌ای برای بعد از مهاجرتت نچیدی، به پوچی میرسی. توصیه من اینه که اگر که برنامه‌ای برای مهاجرتتون میچینید، خودتون تصمیمش رو گرفته باشید، تحت تاثیر نباشید، بدونید که دوستش دارید، برید ویدیوهای یوتیوب و این چیزای مردم رو ببینید، حتما ببینید که انتخاب خودتون بوده یا اینکه واقعا تحت تاثیر اونا قرار گرفتین. خوبی‌ها و بدی‌ها این ویدیوهایی که مثلا همه از شهرهای مختلف میذارن خوبیاشو میگن، نه، اینا که میشینن همینجوری باهاتون صحبت میکنن مینویسن بدیهای مهاجرت، اونا رو بریم بشین ببینین که یه سری چیزا دستتون بیاد. خب بعد تصمیمی که گرفتین که مهاجرت کنید، فقط برای مهاجرت نباشه، بعدش هم حتما برای خودتون مشخص کنید که من میخوام برم اینجوری کار کنم، من میخوام برم مثلا یه آرشیتکت موفق باشم، من میخوام برم نمیدونم زبان درس بدم. اینو برای خودتون باید مشخص کنید که بعدش به پوچی نرسید و یه مسیر بلند مدت داشته باشید، نه فقط مسیر تا مهاجرته. همین دیگه. مرسی که بچه‌ها من نگاه کردید، مرسی که به درد و دلهای من بعد از 2 سال مهاجرت گوش دادین. من احساس می‌کنم یکم خالی شدم. این حرفایی بود که خیلی وقت بود می‌خواستم به آدما بزنم و نمی‌زدم. اگر که شما با من مثل من همدردین و مهاجرت کردین و چند سالی از مهاجرتتون میگذره، برام بنویسین نظراتتون راجع به حرفایی که زدم. اگرم که دارین مهاجرت میکنید حواستون باشه، لایک و سابسکرایب کنید، منو حمایت هم کنید که من بتونم ادامه بدم، اینجوری بیام بشنم باهاتون حرف بزنم یا برم ولاگ بگیرم و این کارا بکنم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. ویدازین.